رسیدیم به جلسه پنجم در مسیر ترید. میخوایم در ارتباط با جزئیات پراپ صحبت کنیم. قبل از اینکه بریم محتوا رو ببینیم، من یه پرانتز باز کنم خدمتتون بگم که این محتوا قبلا ضبط شده که الان شما در ادامه قرار ببینید و تمام گفته‌ها بر اساس تفکر بنده و صرفا تجربیات شخصی، هیچ الزامی ندارید که بپذیرید و همچنین قوانینی که گفته میشه صرفا مثال هست که شما بدونید زمانی که میخواید وارد این عرصه بشید بعد یه سری چارچوب و پارامترها رعایت کنید. حالا هر شرکتی قوانین مخصوص خودش رو داره. قانون‌ها معمولا نزدیک به هم هستند ولی الزاما قرار نیست دقیقاً یکسان باشن. به خاطر همین شما باید یه شناخت کامل نسبت به شرکتی که میخواید باهاش کار کنید داشته باشید، چه از بحث اعتبارش، چه از بحث قوانینی که حالا براتون میذاره و تمام موارد. با ما همراه باشید با ادامه جلسه. اما یاد خدای مهربان، من در ابتدا یه پوزش بخوام ازتون بابت هفته گذشته. به رسم ادب گفتم اولین چیزی که خدمتتون عرض کردم این باشه. میخوایم در ارتباط با بحث شرکت‌های در واقع پراپ‌های سرمایه‌گذاری صحبت کنیم. یه سری اصول دارن، یه سری به قول معروف مسیری هست که باید طی بشه و شاید خیلی هم با این شرکت‌ها آشنا نباشن. ابتدا من بخوام یه آمار بگیرم، چند درصدتون با پراپ‌های سرمایه‌گذاری آشنا هستید؟ فقط با یه دونه استیکر یا چیزی به من بگید. خب وحید آشناست، نوید آشناست، محمد، سروش، آقای یوسفی، حمید آشنا نیستید؟ حسین، امیر حسین. سلام علی آقا. سلام به روی ماهتون. ممنونم. خواستم بگم من اصلا اسمشون هم نشنیده بودم. خب سلام علیکم، خسته نباشید. سلام به روی ماهتون آقا حسین. بله منم اصلا اسم جدیدن شنیدم. خب سروش تو چطور؟ خب سروش هم میگه فقط در حد اسمش. سلام به روی ماهتون. نه علی آقا منم آشنا نیستم، فقط بابت این پستی هم گذاشتید خواستم بهتون یه تبریک هم بگم. ان شاءالله همینجوری موفقیتتون رو ببینیم. خواهش میکنم. تبریک نداره دیگه، ولی خب ان شاءالله در موردش صحبت میکنیم. همین که آشنا بشید، بالاخره یه زمینه ایجاد شده توی بحث بازار مالی که شما باید یه آشناییت کامل نسبت بهش داشته باشید و دلیل اینکه جلسه رو گذاشتیم اینه که آشنایی یک قسمت داستانه و اینکه شما بدونید اصلا سازوکار این شرکت ها چیه، مسیرشون چیه، چه اتفاقی میفته که یه شرکت باید بیاد 80% سودش رو به تریدرش بده، 20% خودش برداره. این چرخه از کجا میچرخه، این تامین سرمایه از کجا میاد و سایر مواردی که خدمتتون عرض کردم. ببینید من اصلا چه اتفاقی افتاد که خودم خواستم شرکت کنم. بالاخره من به خاطر اینکه تو این بازار دارم فعالیت میکنم، در کنارش هم دارم آموزش میدم، دو حالت بیشتر برام وجود نداره. اینکه یا بیام بر اساس شنیده ها یه چیز رو نقد کنم که دوستانی که منو میشناسن میدونن اصلا همچین شخصیتی ندارم. یعنی اگر چیزی رو خودم تجربه نکرده باشم، هر کسی بیاد از من بپرسه من بهش میگم چرا این کار رو انجام بدم وقتی هنوز هیچ اطلاعی نسبت بهش ندارم، یا چرا بیام به کسی توصیه کنم وقتی خودم این پروسه رو طی نکردم. و فکر کنم قبلا هم آقا مرشاد عزیز از من پرسیده بود توی پیوی و دقیقا همین صحبت رو باش کرده بودم. تجربه نکردم. وقتی تجربه نکردم هر چیزی رو بیام به شما بگم صرفا دارم نقل قول میکنم از گفته دیگران و اینکه دیگران دارن درست یا غلط میگن خدا داند. ولی بر اساس شرایطی که وجود داشت، بر اساس قوانینی که وجود داشت، همه چیز اوکی بود، یعنی ایدئال بود و این باعث شد من بخوام خودم تجربه کنم و الان میخوام تجربیاتمو در اختیارتون بذارم و صرفا مسیریه که خودم طی کردم. ولی اولین چیزی که شما باید بدونید اینه که خود این شرکت ها سازوکارشون چیه. اگه خیلی رک و راست و به قول معروف بدون پرده بخوایم صحبت کنیم، این شرکت ها دارن از بحث شرکت هایی که حالا اسمشون رو بذاریم قمار استفاده میکنن. این یعنی چی؟ یعنی شما رو راغب میکنن که آقا بیا همه شرایط ایدئاله و شما زمانی که داری از بیرون نگاه میکنی همه چیز برات اوکیه و بخوای یا نخوای جذبش میشی، مخصوصا قشری که سرمایه کم دارن یا قشری که تازه کارن. یعنی اکثر کسایی که میرن با این شرکت ها کار میکنن افرادی هستن که مبتدی‌ان و شاید اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم 70% مبتدی ان، 30% از مبتدی بالاترن، یعنی میرن توی رنج متوسط و رنجی که خیلی وقت دارن توی بازار فعالیت میکنن. حالا چه اتفاقی میفته زمانی که
شما دارید قمار میکنید، در واقع پول از بازنده گرفته میشه به برنده داده میشه. ولی خود قمار هم در واقع توی بعضی از کشورها به صورت قانونمند انجام میشه. یعنی شاید الان مثلا توی کشور ما حرام باشه، شاید از نظر دینی، از نظر اسلامی مشکل داشته باشه، ولی اصلش رو کار نداریم، بحث مذهب و دین رو نمیخوایم بیاریم توش. اصل ماجرا اینه که یه پولی وسط گذاشته میشه که این پول در واقع از بازنده گرفته میشه به برنده داده میشه و اون واسطه چه شما ببرید چه به بازید سود میکنه. یعنی این وسط بین برنده، من برنده رو بذارم A، بازنده رو بذارم B، یه حد وسطی وجود داره به نام C که واسطه است. این واسطه چه شما ببرید چه به بازی داره پورسانتش رو میگیره، داره سود میکنه. یعنی دو سر برده براش، یعنی اصلا چیزی به نام ضرر براش وجود نداره. حالا این شرکت ها دقیقاً دارن همین کار رو انجام میدن. اگر قرار شرکتی بیاد صرفاً تریدر استخدام کنه و دنبال تریدر سوددهه، خب عملاً هیچ گونه ورودی ازش نمیگیره. چرا باید بیاد از من علی مرادی $100 $200 $1000 بخواد بگیره که بعدش بخواد منو تستم کنه که آیا من تریدر هستم یا نیستم؟ خب بیاد از همون ابتدا یه دونه حساب دمو در اختیار من بذاره، بگه آقا طبق این قوانین 2 ماه ترید بزنم، بعدش من تصمیم گیری میکنم که در اختیار سرمایه بذارم یا نه. حالا میاد چیکار میکنه؟ میاد یه ورودی میگیره و اگر بخوایم بر اساس داده های گذشتم حساب کنیم، 2 تا 4 تا کنیم، مثلا دور و بر خودمون رو بخوایم نگاه کنیم، 80% بازنده. و میاد چیکار میکنه؟ از پول این 80% بازنده‌ای که در ابتدا گرفته و هیچ چیزی دیگه بهشون پرداخت نمیکنه، میاد میده به کی؟ میده به اون 20% برنده. یعنی پولی از خودش نمیذاره وسط، صرفاً مثل اون واسطه است که برنده و بازنده‌ای که در ابتدا هنوز مشخص نشده بود کی برنده است کی بازنده است و پولی گذاشتن وسط، چه شما ببرید چه به بازی اون شرکت سود خواهد کرد. و میاد چیکار میکنه؟ یه زرنگی انجام میده، پول بازنده رو در اختیار برنده هایی که استعداد دارن میذاره و اون برنده ها زمانی که دارن این پول رو تحویل میگیرن، اومدن یه چالش هم سپری کردن که اون شرکته به یه ضریب اطمینانی میرسه که این فرد واقعا تو این بازار مالی خب جز اون بازنده ها نیست، میتونه اون پلن مدیریت خودش رو رعایت کنه، میتونه اون پلن تریدینگ خودش رو رعایت کنه و میاد میگه آقا من این پول رو در اختیار تو میذارم که یه بخشی تازه از این پول 80% است. یعنی اگر میاد مثلا $20000 در اختیار من علی مرادی میذاره، شاید اصل اون چیزی که از یه عده گرفته $100,000 بوده، یعنی همش هم که نمیاد در اختیار اون برنده ها قرار بده. یعنی چی؟ یعنی یک امنیت هم برای خودش قرار میده. خب من که اومدم این پول رو گرفتم، میام چیکار میکنم؟ زحمتشو من میکشم، استرسشو من میکشم، اون بحث تعهد و نظم و همه سختیاش به دوش منه. خب این وسط یه سودی هم مثلا سر ما شما میکنید $1000. خب از این $1000 میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا من 80% مثلا به شما میدم، 20% هم خودم میبرم. و اگر بخوام 2 تا 4 تا کنم، یعنی یه فکر منطقی بیارم پشت این قضیه، میبینم شرکت در هر صورتی داره سود میکنه، یعنی چیزی به نام ضرر برای شرکت وجود نداره. ولی خب ما چیکار داریم دیگه؟ ما میگیم آقا برای کسی که تونسته به یه درجه‌ای برسه، به یه ضریب اطمینان برسه نسبت به خودش، میتونه خوب باشه. پس سازوکار اصلی این شرکت ها اینه که برگرفته از همون مباحث قماره، مثل همون کازینوها. اینا واسطه هایی که دارن از هوششون استفاده میکنن. من داشتم با یکی دوستان صحبت میکردم، گفتمش آقا دم اونی که اولین بار این ایده رو آورده وسط گرم، چقدر ذهنش کار کرده. چرخه ای که داره پولش از دیگران تامین میشه ولی سودش در هر حالتی تو جیب شما خواهد رفت. یعنی چیزی به نام باخت برای این شرکت ها وجود نداره. حالا چرا گفتم قمار توی بعضی شرکت، توی بعضی از کشورها قانونیه؟ چون شما مثلا سایت شهربندی که حالا توی ایران و بعضی کشورهای دیگه ساخته میشه نیست، نمیان حساب شما رو خالی کنن. واقعا بر اساس تمام قوانین مشخصی که دارن میگن آقا این شرایط، میخوای شرکت کن میخوای شرکت نکن. ولی بعضی هستن پشت این سایت ها مثلا میان حساب شما رو هم خالی میکنن، اون دیگه میره تو دسته غیر قانونی ها. یعنی ما باز میگم کار به بحث اسلامش و درست و غلط بودنش اینا نداریم،
داریم از نظر اون چرخه مالی میگیم. حالا دقیقاً شرکت‌های پراپ از همین حوزه دارن استفاده میکنن، از همین چرخه دارن استفاده میکنن. قطعاً یه سری بالا پایین ها هم دارن، وگرنه هیچ شرکتی به سادگی اگر پول از خودش باشه نمیاد بگه آقا شما من اجازه میدم بیای این کار رو انجام بدی 10% ضرر کنی بعدش بخوام مثلا 80% هم به تو بدم. چون بالاخره اون 10% که تو داری ضرر میکنی، مخصوصا اگر روی حساب واقعی باشه، بالاخره یه رقم قابل توجه دیگه. پس به خاطر اینه که اصلا دیگه تو فکر اون 10% ضرر شما نیستم و میگه آقا ما ضرر شما رو به جون میخریم، ولی شما ابتدا یه ورودی بده، خودتو ثابت کن، بعدش ما میایم چیکار میکنیم؟ از شما استفاده میکنیم. این میشه چی؟ میشه اولین چیزی که شما باید بدونید. یعنی شرکتی که واقعا قانون مدار باشه، چون دو سر سوده براش، اگه نره تو اون دسته غیر مجاز هیچ گونه ریسکی براش نداره. پس عملاً به خاطر همین اکثر شرکت‌های معتبری که دارن توی زمینه فعالیت میکنن خیلی ازشون رضایت دارن، چون در هر صورتی برنده ماجران. و اینجا یه پرانتزی باز میکنم، میگم ممکنه یه سری شرکت‌ها بیان وسط، اول جذب کنن، بعدش بخوان چیکار کنن؟ جیب خیلی‌ها رو خالی کنن، مثل همون سایت‌های شرط بندی که پول خیلی‌ها بالا میکشن. ولی ما کار به اون دسته نداریم دیگه. ما میگیم بالاخره یه دو تا چارتای قبلش میکنیم، یه تحقیق قبلش میکنیم، میبینیم آقا طرف چند وقت تو این عرصه داره فعالیت میکنه، بالاخره یه رزومه‌ای از شرکت وجود داره، نظر دیگران وجود داره. به خاطر همینه که اولین چیزی که من همیشه برای دوستان توصیه میکنم اینه که بر اساس تجربه‌ای که خودتون کردید با دیگران صحبت کنید، نه بر اساس نقل قول‌هایی که شنیدید. مثلا رضا میگه آقا دوستم 2 ساعت پای نمیدونم فلان میشینه بازی میکنه، داره پولم در میاره. حالا من بهش میگم چرا راحت نیست. یوتیوب شما میشین الان خیلی گیمرن دارن ماهانه $1000 $2000 درآمد دارن، به قول شما دارن بازی میکنن، ولی گیمر حرفه‌ایه. مگه فکر کردید الکی الان شما برید توی همون یوتیوبی که داری فعالیت میکنی بشین بازی کن، بازیت هم به اشتراک بذار؟ ببین میتونی مثلا همون شخصی که الان رسیده به یه درجه‌ای که شما میگی 2 ساعت داره فعالیت میکنه مثلا $X در میاره برسی و میگی نه پس چی شد اون دوستم تونست من نتونستم؟ یه پروسه‌ای طی کرده. به خاطر همین بود که ابتدا میگم هر چیزی کسی میگه که شما نباید باور کنید، ولی به معنی این نیست اگر کسی بیاد یه حرفی بزنه داره اشتباه میکنه یا داره دروغ میگه. حالا زمانی که شما این پروسه رو دارید میشناسید، اولین انتخابتون اینه که من برم دنبال یه سری شرکت‌هایی که اعتبار دارن. حالا از من علی مرادی به هیچ وجه نخواهید شرکت معرفی کنه، چون به هیچ وجه شرکت معرفی نخواهم کرد. چون اصلا کلا من با یه شرکت کار کردم، این که شرکت‌های دیگه چجور باشن که فبها اصلا تجربه‌ای ندارم توشون. بحث دوم، الانی که دارم صحبت میکنم براتون برای همین تاریخ امروزه، اینکه فردا چه اتفاقی میخواد بیفتن باز من نمیدونم. پس همیشه هر کاری که میخواید انجام بدید خودتون قبلش تحقیق کنید. این موضوع اول. موضوع دوم، نحوه تامین سرمایه این شرکت‌ها بود که کامل براتون گفتم. از بازنده میگیره، خودش اصلا یه پورسانتی کامل ور میداره، یه بخشیش هم میده برنده، اون برنده هم زمانی که سود میکنه یه بخشی از سودش رو باز میده به شرکت. هر طوری بخوای این چرخه رو نگاه کنی سود مستقیم داره برای شرکت. پس زمانی که یه شرکتی میاد توی یه حوزه تبلیغات وسیع میکنه و واقعا تامین سرمایه خیلی قوی داره از طریق اون بازنده ها، چرا بیاد کار غیر قانونی انجام بده؟ مگر اینکه بره تو اون دسته‌ای که بخواد طمع کنه و سایر موارد، یه پول گنده میاد تو حسابش میگه آقا وردارم برم دیگه، چه کاریه بخوام هر روز جواب دیگران رو بدم و سایر موارد. حالا مناسب چه افرادی این شرکت ها براشون مناسبه؟ چیزی که خدمتتون عرض کردم اگه بهش توجه کنید، گفتم 70% کسایی که میرن دنبال این شرکت ها کسایی هستن که افراد مبتدی هستن، چون باز جذب یه سری موارد ظاهری میشن یا جذب یه سری موارد شنیداری. این که من علی مرادی یه مسیری رو تجربه نکنم بیام به شما بگم آقا این مسیر خوبه چون دوستم گفته، خیلی خیلی ازتون معذرت میخوام، ولی باید به شدت آدم ساده لوحی باشید که باور کنید. و الان بخوایم یا نخوایم اکثریت کسایی که دنبال رو افراد هستن کسایی هستن که بدون تحقیق بر اساس گفته دیگران یه مسیر رو انتخاب میکنن. رضا یه سوالی از من پرسید، گفت
زندگی افراد تریدر به چه صورته، واقعا چنین چیزی که میگن مثلا هست؟ حالا میرسیم جلوتر در موردش صحبت میکنیم، ولی با منطق میشیم دو تا چهار تا میکنیم با خودمون، ببینیم آقا گفته هایی که من بهتون میگم چقدر با منطق جور در میاد نسبت به گفته هایی که صرفاً میشینید فقط میشنوید، ظاهر رو میبینید و یهو میگه آقا دمش گرم دیگه، بنز زیر پاش، خونه لوکس داره و سایر موارد. ولی به صورت کلی پراپ ها برای افرادی مناسبن که به یک دیدگاه، یک پلن، یک ستاپ، یک مسیر کاملا مشخص رسیدن و تو این مسیر مشخص ما بگیم آقا رسیدن به مسیر رو من بگم ای اینجا زمانی که اون مسیر مشخص رسید هنوز که هنوزه اجازه نداره بره سمت این شرکت ها. تو این مسیره قدم ور میداره، حالا با حساب کوچیک خودش یا حتی توی دمو میاد میگه آقا الان من رسیدم به بی که این مسیرم رو توی لایو مارکت تست کردم، الان من به یه ثبات شخصیتی، به یه ثبات پلنی در طول اون مسیرم رسیدم، یعنی میدونم میخوام چی کار کنم. الان شخص میتواند تصمیم بگیرد که آیا این شرکت ها برای من مفید هستن یا نه. یعنی زمانی که به این مسیر رسید از خودش میپرسه آیا برای من اوکیه یا نه. این یعنی چی؟ یعنی قرار نیست هر کسی به اون درجه رسید صرفا بره برای دیگران بخواد کار کنه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که زمانی که شما دارید با سرمایه دیگران کار میکنی فرقی نداره، میخواد پدرت باشه یا برادرت که نزدیکترین اشخاص زندگیتن دیگه، میخواد دوستت باشه یا فامیلت باشه یه رده بره دورتر، یا میخواد حتی شرکت‌های مشاور باشه. شرکت‌های ما الان خیلی شرکت خصوصی تو خود ایران داریم که تا دلتون بخواد پیگیر تریدرهایی هستن که سوددهن، بهشون سرمایه میدن، حتی خیلی از هلدینگ‌ها، یا حالا شرکت‌هایی مثل همین پراپ‌ها. شما تا زمانی که به اون دیدگاه نرسید که آیا یه چیزی برای من خوبه یا بده، عملا نباید واردش بشید. حالا میای برای خود دو تا چهار تا میخونی، قوانین رو میخونی، شرایطش رو میخونی، بعدش میای میگه آقا برام مناسبه. زمانی که رسیدی به این درجه که برای من مناسبه، باید بدونی تو کارمند اون فردی. اگه داری با پول پدرت ترید میزنی، کارمند پدرتی، پس باید مطابق قوانینش، روحیات، شخصیت همون پدرت ترید بزنی. اگه پدرت آدمیه که هر روز میاد از تو میپرسه چی شد، رفتی تو سود، رفتی تو ضرر، اینو باید بدونی چون رو تاثیر میذاره. اگه پدرت کسیه که نمیتونه ریسک خیلی بالا رو متحمل بشه، تو اجازه نداری چون تریدری هستی که 5% تو ریسک میزنی، بیای روی همون حساب پدرت هم 5% ریسک بزنی. یعنی تو عملاً علاوه بر شناختی که نسبت به خودت داری، باید شناخت هم نسبت به اون فرد مقابل هم داشته باشی. به خاطر همین شما ببین اکثر کسایی که از دیگران سرمایه میگیرن به شدت فشار روشونه، چون باید جواب پس بدن، چون هر روز اون شخص ازش سوال میپرسه، چون هر روز اون شخصی بهش میگه سود کردی، ضرر کردی، فلان و بهمان. و حتی شرکت هایی که به صورت خصوصی تو ایران دارن کار میکنن یا هلدینگ ها. ولی خوبی پراپا اینه که دیگه قوانینشون ثابته، کسی هر روز به شما پیام نمیده و شما مطابق یه سری قوانین ثابت تریدتون رو میزنید و بعد از گذشت یه زمانی اگه سود کردی که مشخصه، اگه ضرر هم کردی که اون میزان ضرره، در واقع اگر یه حدی رو رد کرد دیگه حساب از شما میگیرن، خیلی محترمانه به شما میگن دست در نکنه، خدا نگهدار. پس یه خوبی هایی دارن، یه بدی هایی دارن. خوبیش اینه که بالاخره سرمایه در اختیار شما میذاره، خوبیش اینه که کسی هر روز به شما پیام نمیده، خوبیش اینه که 70-80% رو به شما میدن، خوبیش اینه که در واقع زمانی که شما داری بر اساس یه قوانین ثابت کار میکنی، ناخودآگاه باید متعهد باشی. پس حتی برای کسی که بخواد یه پروسه رو طی کنه، میتونه روی روند کاریش تاثیر مثبت بذاره. بعدش چیه؟ بعدش اینه که شما محدودی به یه سری قوانینی که اون شخص بهت میگه یا اون شرکت بهت میگه. بعدش اینه که شما ناخودآگاه اگر یه سری مسائل رو ندونید، که حالا اینجا نوشتم براتون یکی یکی توضیح میدم، یه حس رقابتی پیدا میکنید. نه یه حسی که به عنوان شغل من نشستم برای یه شرکتی کارمندشم و دارم براش ترید میزنم و از اون تریدم من پورسانت میگیرم. مگر فقط توی دنیای ترید اینجوره؟ شما خیلی از واسطه هایی که الان سایت دارن رو میبینید، مثلا خود دیجیکالا
مگر تمام محصولات از خودشه؟ نه، یه واسطه است از خیلی از فروشگاه‌ها اجازه میده اون در واقع محصولاتشون رو اشتراک بذارن، اون شخص فروش میزنه، هم اون سود میکنه هم دیجیکالا. یا مثلا شما میری بازاریابی هایی که الان دارید میبینید، به شما میگن آقا هر چقدر شما مثلا برای ما فروختی ما یه پورسانت به شما میدیم. یا خود آیبیگری دیگه به شما میگن هر چقدر افراد رو ترغیب کنید که بیان به سمت ما به شما یه پورسانت میدیم. الان حکایت همینه دیگه، شما یه کارمندی میشینی ترید میزنی، از میزان سودی که دریافت میکنی یه پورسانت به شما میدن، میگن آقا 70%، 60%، 80% ما به شما پورسانت میدیم. پس دو طرفش رو نگاه کنید، تعصبی نگاه نکنید. من بعضیا رو میبینم تعصبی نگاه میکنن، میگن خب مگه میشه شرکتی بیاد به کسی پول بده 80% هم به شما سود بده؟ خب وقتی اصلا اون پول از شرکت نیست چرا این کارو نکنه؟ 20% داره سود از شما میگیره، کل زحمت رو شما کشیدید. مگه پول از خودشه اصلا که تو فکر اون بالا پایینه باشه، تو فکر اون 10% ضرر شما باشه؟ تازه قبل از اینکه به شما بخواد حساب بده اومده یه تست کامل از شما گرفته، یعنی به یه ضریب اطمینان هم نسبت به شما رسیده. حالا چه چیزی باعث می شود یه فردی که به اون ثبات میرسه تصمیمش هم میگیره میخواد بره تو این شرکت ها باشون کار کنه، در واقع کارمندشون بشه؟ چرا هی میگم کارمند؟ به خاطر اینه که زمانی که دارید برای این شرکت ها ترید میزنید یه سری قوانین خیلی سفت و سخت داره که شما حتی 0.1% بالا پایین بشه این قوانینشون بدون اینکه هیچ توجیهی از شما بپذیرن حساب از شما گرفته میشه. و این خیلی 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 به نظر من کار درستیه، خیلی خیلی میتواند روی تریدر حتی تأثیر مثبت بذاره، چون یه تعهد پیدا میکنی نسبت به اون مسیرت. تو اگر حساب شخصی خود دستت باشه برای خودت بگی ماکسیموم ضرر روزانه 2%، شاید به هر طریقی اون 2% بهش پایبند نباشی، یا میبینی حساب تو روز 10% رفت تو ضرر. ولی دیگه اینجا از این خبرها نیست. 0.1% از اون 2% مثلا تجاوز کنه حساب از شما گرفته میشه. پس شما هیچ گونه ضریب خطایی برای خودتون در نظر نمیگیرید. ولی اساسی ترین چیزی که باعث میشه شما بتونید تو این مسیر موفق باشی بحث مدیریت سرمایه است، در کنار اون تریدینگ پلنی که دارید. یعنی این دوتا رو نمیشه جدا کرد. اگه صرفا بگیم فقط مدیریت سرمایه، نه، چون اصلا خود این مدیریت سرمایه تو این تریدینگ پلن باید جا داده بشه. حالا من جدا نوشتم به خاطر اینه که یه مسیری از اون مدیریت سرمایه رو الان میخوام براتون توضیح بدم. هرچند میگم تو جلسه کاملا مجزا در مورد خود اکسپرت های مدیریت سرمایه، انواع روش های مدیریت سرمایه، همه اینا صحبت میکنیم که اصلا چه زمانی اجازه داریم ریسکمون رو ببریم بالا، چه زمانی ریسکمون بیاد پایین، چون اینا یه پارامتر خیلی ثابت نیستن که ما الان بیایم به همه بگیم آقا 1% بزن، به همه بگیم 0.5% بزن. یه جاهایی میتونه بر اساس یه سری شرایط بالا پایین بشه. پس این دوتا خیلی اهمیت دارن. شما همه این مسائل رو زمانی که بشناسید یه شناخت اولیه است. شما بخوای سوپرمارکت هم بزنی باید یه شناختی داشته باشی نسبت به اون کاری که میخوای داخلش سرمایه گذاری کنی. حالا بهترین حالت مدیریت سرمایه به نظر من در واقع مدیریت سرمایه که شما از شیب پایین شروع کنید به سمت شیب بالا. یعنی اگر شما ماکسیموم ریسکی که روی حساب خودتون زدید، بک تستش رو گرفتید، فوروارد تستش رو گرفتید 1%، با این 1% شروع نکنید. چون مثلا بعضی شرکت حالا فرق میکنه تارگتشون. تارگتی که شما بخواید اون چالش رو پاس کنید 8 الی 10%. حالت میانگین ممکنه بالاتر یا کمتر هم باشن شرکت‌های مختلف، چون خیلی شرکت‌های زیادی وجود داره. شخص میاد چیکار میکنه؟ شخص میاد در واقع مستقیم به اون سوده فکر میکنه، یعنی ذهنش میشه یه ذهن رقابتی و این اولین اشتباهیه که یه شخص میتونه انجام بده. شما زمانی که داری برای یکی کار میکنی دقیقاً باید مطابق همون چیزی که خودت انجام میدادی فکر کنی حساب مال خودته، ذهنت نشه رقابت کردن. حالا اولین تله‌ای که برای شما قرار میدن همین بحث درصد و زمانه. یعنی همین که به شما بگن 30 روز، که حالا این 30 روز کاری نیست، 30 روز غیر کاریه. ما 2 روزش هم تو هفته که تعطیلیم دیگه، حالا کم کنی 4 هفته، در واقع 4 هفته کاری.
شما مثلا بهتون میگن اجازه دارید 8% سود کن توی فاز اول و شخص میاد چی کار میکنه؟ شخص میاد مثلا روزهای اول ترید میزنه با همون 1%، به هر دلیلی حسابش 2-3% میره توی ضرر، منفی میشه. خب داره روزم برای خودش میبینه، یهو میبینه 12 روزم مونده. چیکار میکنه؟ اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که من ریسکمو ببرم بالاتر. حالا چرا من میگم اون شخص ریسکشو نبره بالاتر؟ چون یه خوبی دارن این شرکت ها، میگن آقا شما اگر حسابت 0.1% هم توی سود باشه، یعنی تو ضرر نباشه، 30 روزه تموم بشه، ما دوباره از صفر باید شروع میکنیم بدون اینکه بخوای پرداختی داشته باشی. پس فردی که ذهنیت درستی داره اینه که اولین چیزی که برای خودش در نظر میگیره اینه که حسابم نره تو ضرر، و اگر حسابم تو این ماه رفته تو ضرر، دنبال این نباشم تو همین ماه بخوام تارگتو بزنم، حسابمو از ضرر در بیارم. اگر 0.1% توی سود بودی، دوباره حسابتون رو 30 روز بهتون مهلت میدن، صفرش میکنن اون درصد، و بدون اینکه پولی بگیرن از شما میگن آقا بسم الله شروع کن تریدتو بزن. ولی اکثرا توی فاز اول این کارو میکنن. پس این یعنی چی؟ یعنی به خاطر همینه میگم اکثرا افراد مبتدیان، چون شما زمانی که بخواید به این ذهنیت برسید باید فرد کاملا با تجربه ای باشید. این تجربه هست که به شما کمک میکنه که با منطق جلو برید و این فوق العاده اهمیت داره. یه لحظه صبر کنید. ببینید قوانین شرکت رو نوشتم، خب نوشتم ماکسیموم ضرر روزانه 5%. بعدش قوانین شخصی خودم رو کنارش نوشتم ماکسیموم حد ضرر روزانه 2%. چند درصد این کار رو انجام میدن؟ اگه شخص تجربه نداشته باشه، ابتدای مسیر باشه، همین 5% رو در نظر میگیره. چرا من علی مورد خودم رو محدود کردم به 2%؟ تا الان فکر کردید مگه میشه یه شخصی بیاد بگه آقا توی 1 ماه شما اجازه داری 10% ضرر کنی ولی توی روز اجازه داری 5% ضرر کنی؟ چرا انقدر اگه روزانه ماکسیموم ضرر روزانه‌مون نسبت به اون ماهانه چرا انقدر تفاوتش کمه؟ الان من خدمتتون عرض میکنم. یعنی این یکی از تلاهای فکریه که اون شرکت رو برای شما در نظر میگیره. این ماکسیموم ضرر روزانه 5% خیلی زیاده، خیلی زیاده. از حد اکثر درصد باید بر خودش در نظر بگیره زمانی که حداقل میخواد این چالش رو بگذرونه. من دلیلش هم بهتون میگم. من خواستم اینو بهتون بگم که زمانی که شرکت به شما ماکسیموم یه چیزی رو میذاره براتون در نظر میگیره، فکر نکنید خوبه. یه جایی اصلا تلس. من اگر بخوام همینجور قوانین رو ببینم میگم آقا خب خوبه دیگه، 5% روزانه اوکیه، دستمو باز میذاره، 10% هم ماهانه دیگه منطقیه. یعنی اگه بخوای سطحی بهش نگاه کنی. ولی 5% ضرر روزانه فوق العاده زیاده، خیلی زیاده. حالا چرا به شما توی ماه اجازه میدن حداکثر 10 تا بشه ولی توی روز به شما 5 تا اجازه میدن؟ 1% از خودتون سوال نپرسید چرا اختلاف اینا انقدر کمه نسبت به اینکه این روزانه است ولی ماکسیموم ضرر کلی نسبت به بالانس ماهانه است؟ یه باطلاقیه که اگر شخص ندونه داره چی کار میکنه، یکی از دلایلی که خیلی حذف میشن همین. شخص میاد چی کار میکنه؟ شخص میاد میگه خب به من اجازه داده من 5% توی روز ریسک کنم. حالا میاد مثلا میگه آقا من ترید آواز میکنم، حساب الان 3% هم توی ضرره و به من اجازه داده تا 5% هم کارم انجام بدم. ترید بعدیش هم میزنه، تریدهای بعدیش هم میزنه، یا اون مثلا حساب 4% مجموعا میره توی ضرر توی یه روز. اون حس رقابتی رو در نظر بگیرید، اون فشار ذهنی رو در نظر بگیرید. حالا شخص میاد اولین فکری که میکنه اینه که 8 تا این ور 4 تا هم خب خودم ضرر کردم، پس من باید 12% سود کنم. بعدش با 2 تا 4 تا میکنه، میبینه خیلی سخت شد. چیکار کنم؟ ریسکمو میبرم بالاتر. یهو میبینه کلا توی 2-3 روز حسابو از دست داد. یا چه اتفاقی میفته؟ شخص به مرحله برداشت سود نمیرسه. چون ماکسیموم ضرر روزانه زیاده، طرف میاد ریسک میکنه حالا 3-4%. اون چالش ها رو پاس میکنه ولی اینا دیگه نمیتونه ادامه بده که برسه اون مرحله برداشت سودش. 1 بار جستی ملخک، 2 بار جستی ملخک، یه جای یقتو میگیره بازار. و یه چیزی من خدمتتون عرض کنم، بازار چرخه داره.
بازار همیشه چرخه داره. چرخه داشتن یعنی چی؟ یعنی شما یه هفته میبینید بازار دقیقاً داره به شما حال میده، مثبت مثبت مثبت، 3 تا مثلا ریوارد 1/3 میگیری با یه دونه ستاپی که کاملا مشخص و تدوین شده است، با یه درصد ریسک کاملا مشخص شده، و هفته بعدی بازار منفی 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 منفی. بعد شخص میاد میگه آقا این هفته بازار بدی بود دیگه، چون نمیدونه بازار چرخه داره. و هفته بعدی مثلا اینجا خب طرف 4 تا 5 تا استاپ میخوره، میگه آقا پس این ستاپ من به درد نمیخوره، اینجا شانسی به من سود داد. یعنی ما ضررها رو شانسی نمیدونیم ولی سودها رو شانسی میدونیم. و یا اینجا کلا تغییر میده کارشو، میره دوباره یه پلن دیگه، یه ستاپ دیگه، یا اینکه شخص با تجربه از کارشو ادامه میده، حالا دوباره مثلا میفته تو چرخه سود. حالا من اینا رو پیوسته می‌نویسم، پیوسته نیستن دیگه، فقط بدون مثلا برآیند کلی اون هفته مثلا سودده میشه. و مبتدی ترین افراد کسایی هستن که میپرسن آقا یه ستاپ وین ریت چنده؟ اصلا مگه وین ریت یه ستاپ ثابته؟ مگه وین ریت یه ستاپ صرفا بر اساس اون قوانینیه که مشخص میشه؟ شما اگر من 4 نفر رو با یه ستاپ کاملا مشخصی که خودم براش تدوین کردم، یعنی X و Y و Z و مدیریت سرمایه و همه رو خودم مشخص کنم برای 4 نفر، روی یه جفت ارز کاملا مشخص در یه سشن کاملا مشخص بذارمشون تو 4 تا اتاق، بگم ترید بزنید، 4 تا نتیجه مختلف شکل میگیره. از خودتون پرسیدید چه تفاوتی وجود داره؟ آقا پلن که مشخصه، پلن که مشترکه، توی یه تایم هم دارن ترید میزنن، یه شخص هم که بهشون آموزش داده، توی یه ساعت توی سشن ترید زدن، روی یه جفت ارز که دارن ترید میزنن، چی شد؟ نتیجه مختلف شد. سوال درست، چه چیزی بین افراد متفاوته؟ یعنی این مباحثی که یکی بیاد به درکش برسه خیلی کمکش میکنه، یعنی فوق العاده کمکش میکنه. افراد توی روحیاتشون با هم متفاوتن، افراد توی مسئله ذهنی با هم متفاوتن، افراد توی تجربهشون با هم متفاوتن، افراد قدرت پیاده سازی و تصمیم گیریشون با هم متفاوته. و این تفاوت هاست که شما میبینید یکی یه نتیجه میگیره، یکی با همون ستاپ و همون پلن نتیجه نمیگیره. ولی ما همش مونوف میدیم آقا تکنیکال، چارت، ستاپ، سبک. اگه قرار ما آقا میگیم سبک تیرکس سوددهه، آقا تیرکس که سودده، RTN سوددهه، ICT سوددهه، نمیدونم ایچی سوددهه. پس کی تو این بازار ضرر میکنه؟ یا این سبک ها دارن دروغ میگن ما سوددهیم، یا اگر این سبک ها واقعا سوددهن پس شخص زمانی که 6 ماه روشون تمرکز میکنه بالاخره به یه درجه میرسه. آقا 6 ماه نه، آقا 1 سال روش زحمت بکشه به اون درجه میرسه نسبت به اون سبکی که بخواد بهش کاملا اشراف پیدا کنه. اصلا ما نمیگیم کاملا، 60% که میتونه بهش اشراف پیدا کنه. پس همون 60% باعث بشه شخص سودده بشه. پس کی تو مارکت ضرر میکنه؟ اصلا چه جوری ضرر میکنن پس دیگران؟ اصلا بحث تیرکس و RTM و آیسیتی و ایچی و الیوت نیست عزیز من. این 10% 5% کار شماست. شما 95% دیگر اصلا توجه بهش نمی‌کنید. حالا ما یه چیزای شنیدیم، میگه مدیریت سرمایه، این که مدیریت سرمایه چند تا روش داره، این که مدیریت سرمایه رو من باید بیام بر اساس اون پلنی که برای خودم نوشتم و اون استاپایی که پشت سرم میخورم و نمیدونم ریواردهایی که میگیرم بالا پایین کنم و کار نداریم بهش. میگیم آقا اصلا شخص تو مدیریت سرمایه‌اش هم آدم خوبیه، آدمیه که به یه درجه رسیده. اصل ماجرایی که هیچ کس نمیتونه به من و شما کمک کنه اون کنترل ذهنمونه. و وقتی من نیام روش تمرین کنم و وقتی من نیام بخوام بپذیرم مثلا که این ماجرا میتونه فوق العاده رو من تاثیر مثبت بذاره، معلومه من به نتیجه نمیرسم. وقتی ببین یه چیزی من خدمتتون عرض کنم، چه بخوایم چه نخوایم افراد دنبال یه چیزی میرن که تکرارش زیاده. من یه مثال خیلی بدیهی دارم، اکثر دوستان باهاش آشنا هستن و زبون من شنیدن. من میگم اگر یه نفر بیاد به شما بگه زشتید زیاد توجه نمی‌کنید. اگر واقعا آدم خوشفیسی باشی، حالت خوب باشه نسبت به خودت، گذشته 50 نفر بهت گفتن خوش تیپ و خوش چهره‌ای، اگه من علی مرادی 1 بار به تو بگم آقا زشتی زیاد توجه نمی‌کنی، 10 بار بهت بگم زیاد توجه نمی‌کنی، 50 بار بهت بگم زیاد توجه نمی‌کنی.
ولی اگه 50 نفر مختلف رد شدن بهت گفتن زشتی، باور کن از جلوی آینه که رد میشی فقط و فقط دنبال یه عیب تو صورتت میگردی. این برگرفته از چیه؟ برگرفته از ذهن من. افراد روی ذهن من تأثیر منفی گذاشتن. داعشی که ما میگیم الان اومده زده یه عده رو نابود کرده، کشته، ما بهشون میگیم قاتل، ما بهشون میگیم متجاوز، کسایی بودن که فکر میکردن این کاری که دارن انجام میدن باعث میشه تهش برسه به بهشت. این افراد مگه توی قرن فعلی نیستن؟ مگه اینترنت وجود نداره؟ ببینید چقدر یه شخصی میاد رو ذهن اینا تمرکز میکنه که میتونه ذهن یه فرد رو کامل تسخیر کنه. حالا ما تمام کارهایی که داریم انجام میدیم برگرفته از ذهنمونه. یعنی دست من بالا پایین بره ذهنم داره دستور میده، مغزم داره دستور میده بالا پایین شو. بحث استرس که میاد وسط فوق العاده رو عملکرد یه شخصی تاثیر میذاره. زمانی که استرس داری میری سر جلسه امتحانات یهو یه سری سوالا یادت میرن، ولی وقتی اومدی بیرون اون سوالاتو میذارن جلو، میبینی آقا همه رو مثل بلبل بلدی. خب چرا روی اینا تمرکز نمی‌کنیم؟ چون افراد کمی هستن اینا رو میگن، اکثریت دارن یه سری چیزا دیگر رو تکرار میکنن و بخوایم یا نخوایم ذهنمون رفته روی همین مسائل. و وقتی من بیام صحبت کنم خدا سرشاهده برای کسی جذابیت نداره. اگه بخوایم خیلی صادقانه صحبت کنیم، الان بیام آماری از خود شما بگیرم بگم آقا چند درصد مباحث رو بذاریم روی بحث ذهنمون، روانشناسی، مدیریت سرمایه، چند درصد رو بذاریم روی چارت و اون ستاپ های معاملاتی و پلن هایی که میخوایم برای خودمون در نظر بگیریم، 80% میگن آقا بریم روی تکنیکال. شاید 20%تون باشه اون درجه رسیده باشید که بگید آقا یه بخشی رو بذاریم برای تکنیکال، حداقل 50-50 کن. نمیخوام یه سمت اصلا سنگین تر باشه. 50% بریم سمت تکنیکال، 50% بیایم به سمت اون واقعیتایی که وجود داره. پس بزرگترین کاری که من میتونم انجام بدم برای شخصی اینه که ذهنشو اصلاح کنم نسبت به یه سری مسائلی که هستن توی مارکت. یه چیزی خیلی باب شده. تریدرها افراد خیلی خیلی مولتی میلیاردری هستن. الان کدوم یکی از شما متأهله؟ یکی از دوستانی که متأهله به من یه آلارمی بده. خب آقا نوید گل، میشه به صورت میانگین به من بگی خرج ماهانتون چقدر میشه؟ سلام عرض میکنم. سلام به روی ماهتون. بین 15 تا 20 تومن. رحمت شیری که خوردی. میگه آقا بین 15 تا 20 میلیونه. این به صورت ماهانه است. حالا یه جایی ممکنه برسه به 5 میلیون، یه جایی بالاخره یه جشنی وجود داره، بالاخره یه مراسمی وجود داره، یا یک شخص میخواد یه کادویی بخره، این از اون 20 میلیون هم تجاوز میکنه، شاید برسه اون 50 میلیونه. یه جایی آدم ماشینش خراب میشه فقط 20 میلیون خرج ماشینش میکنه. ولی ما همون میانگین بگیریم 15 تا 20 میلیون. نبید اگر شما بخوای به عنوان شخصی که من میگم یه امنیت مالی نسبتا متوسط به بالایی هم داری، چقدر بالانس میذاری تو حسابت؟ حدود 20000 تومن. یعنی شخص میاد میگه اولا ما الان خیلی فکر میکنم مثلا 20000 تا یه رقم کمه. نه اصلا اینطور نیست. حالا در مورد اینم صحبت میکنیم. تقریبا میگم من 600 میلیون میذارم که روش ترید بزنم. بچه‌ها میکروفونتون رو ببندید به جز نویدی که باهاش صحبت میکنم. من میگم آقا نوید به یه درجه‌ای رسیده میانگین 10% هم بگیره، که میدونیم هیچ وقت ما نمیتونیم بیایم بگیم آقا به صورت یه نمودار واحد هر ماه حداقل 10% میگیریم، ولی ما میگیم آقا 10% نوید میگیره. یه جای باز بالا بره یه جای پایین بیاد کار نداره. نوید 10% 20000 دلار چقدر میشه؟ 2000 دلار. 2000 دلار اگر بخوایم ضرب در نرخ اعلام کنیم که تقریبا 30000 تومانه، 60 میلیون. 60 میلیون. یعنی نوید میگه آقا من 60 میلیون دارم، ترید زدم 60 میلیون به دست آوردم، از این 60 میلیون نزدیک 20 میلیونشو بعد بذارم چیکار کنم؟ برای مخارج زندگیم 40 میلیون برام میمونه. من میگم نوید به صورت نرم میانگین تونسته 12 ماه هم همینو تکرار کنه. تقریبا حالا بخوایم یه 2 ماه ازش فاکتور بگیریم 400 میلیون نوید تو دستش میمونه سر سال. یعنی 400 میلیون شخص میتونه برای خودش پس انداز کنه. شما الان با 400 میلیون تو ایران میخواید چیکار کنید؟ برای یه دونه پراید 200 میلیونه. الان شما یه دونه نمیدونم پژو پارس بخواید بخرید نزدیک 380 میلیونه. تو با این 400 میلیون میخوای چیکار کنی؟ تازه شرایطی در نظر گرفتیم که شخص به صورت مستمر داره 10% میگیره.
حالا میگه 400 میلیون و شخص میاره میذاره روی این $2000 $20000 ببخشید، دوباره میخواد ترید بزنه و این چرخه رو زمانی بخواد ادامه بده، مثلا شما میگه آقا 5 سال، طرف بعد 5 سال بعد 10 سال مثلا برسه به یه سرمایه چه میدونم 4 میلیاردی، با 4 میلیارد 10 سال دیگه اگه تورم هم نداشته باشیم که قطعا داریم، باز شخص نمیتونه آدم پولداری بشه، مخصوصا کسی که میگه آقا کار من تریده، شغل من تریده، منی که میام یه برداشت میزنم بعد خرج روزانه زندگیمو بدم، منی که باید بیام مثلا خونه تهیه کنم، منی که باید بیام ماشین تهیه کنم، منی که مثلا ازدواج نکردم باید مراسم ازدواج بگیرم و ایکس و وای و زد. کی میگه تریدرها آدم‌های مولتی میلیاردری هستن؟ این یه ربط خیلی خیلی مستقیم داره با اینکه آقا شخص چقدر بخواد بالانس بذاره. حالا چه اتفاقی میفته؟ این ذهنیت برای افراد ایجاد شده، فضا مجازی رو باز میکنه، شخص 18 ساله بنز سوار میشه، شخص 18 ساله توی نمیدونم یه دونه آپارتمان تو فلان جای تهران که متری نزدیک 140 50 میلیونه داره زندگی میکنه، سیستمی که پشتش نشسته مثلا 50 60 میلیونه، بعدش یه شخصی که 30 40 سالشه این همه زحمت کشیده میاد اینو نگاه میکنه و میگه آقا اصلا ول معطل بودم تو این مسیر، بچه 18 ساله 100 سال از من جلوتره. خب شخص آگاهی که نداره نسبت به این موضوع، داره یه چیزو دیداری میبینه. قبلا صحبت کردیم در ارتباط با اینکه آقا ما هر چیزی رو ابتدا از نظر دیداری باور میکنیم، بعدش میریم تو دلش ببینیم درسته یا غلطه، مگر اینکه نسبت بهش آگاهی داشته باشیم. نشون که ازدواج رو براتون مثال زدم، گفتم آقا شما ابتدا برای چهره یه شخص خوشتون بیاد، تازه بعدش انتخابش کنید برید ببینید مسائل اخلاقیش و مسائل مذهبیش و شخصیتتون به هم میخوره یا نمیخوره. تو اگر از نگاه ظاهری از اون شخص خوشت نمیومد به هیچ وجه سمتش نمیرفتی. و این به معنی این نیست که همه چیز ملاک ظاهره، نه، هر چیزی در جای خودش. پس ما داریم افرادی که مولتی میلیاردر هستن از همین دنیای ترید و داریم افرادی که نه یه زندگی معمولی دارن مثل تمام مشاغل دیگر. ما پزشک مولتی میلیاردر داریم، پزشکی داریم که ماشین زیر پاش الان ایرانیه. مهندس مولتی میلیاردر داریم، مهندس داریم که تو کارش خیلی متوسط داره درآمد میگیره. شما هر چقدر که امنیت مالیتون بیشتر باشه میتونی بالانس بیشتری بذاری. کسی که کل سرمایه‌اش 1 میلیارده باید آدم دیوانه‌ای باشه که بخواد 800 میلیونشو بذاره تو تره، یا 800 میلیونشو ببره تو بورس، یا 800 میلیونشو ببره تو کریپتو. این یعنی چی؟ یعنی اصلا اصول اولیه سرمایه گذاری رو بلد نیست. همون بحثیه که میخواد یه شب پولدار بشه. خب ما قمار هم که میکنیم همینه دیگه. شما 5000 تومان میذاری که 5000 تومانت بشه 20000 تومان. پس یه سری مسائل هستن که اگر واقعا با منطق بشینید پشت قضیه نگاه کنید، برای خودتون دو تا چهار تا کنید، ببینید خیلی از داستانایی که میگن اصلا دروغه. حتی اگه دروغ هم نباشه، اگه یه شخصی ماشین زیر پاش بنزه، تو از کجا میدونی از این ترید درش آورده؟ شاید اصلا باباش آدمیه که زحمت کشیده، کار کرده، نون حلال در آورده، برای بچه‌ش هم بنز خریده، نوش جونش. ولی اصل ماجرا اینه که متاسفانه همه دارن میگن آقا ما همه چیزو داریم از این راه به دست میاریم و این باعث میشه توقع دیگران هم بره بالا نسبت به خودشون. شخصی که 5% میگیره 10% میگیره ارضا نمیشه، پس میاد ریسک بالاتر میزنه یا او همون 5% هم از دست میده. پس شما به میزان بالانسی که دارید، وقتی که میذارید، ریسکی که میپذیرید، یه شخصی میاد 10% سود میگیره با ریسک 2%. یعنی یه شخصی 2% ریسک کرده، 10% سود گرفته، 20% سود گرفته. حالا یه شخصی میاد 25% ریسک میکنه، مثلا 7% سود میگیره. تو نگاه اول همه اینو آدم موفق تری میدونن، در حالی که موفقیت از لحاظ سود بله، ولی از اون ور نگاه کن، به همون میزان امنیت حسابش هم داره میاد پایین‌تر، چون داره ریسک بیشتری میپذیره. زمانی که تو ریسک بیشتر میپذیری، پس باید سود بیشتری از مارکت بگیری، وگرنه در ازای چی داری ریسک میکنی؟ یه شخصی بر اساس رویاتش میخواد با ریسک پایین کار کنه، اصلا شاید 4% بالانسش نیاز زندگیشو برطرف کنه، چرا باید خودشو بذاره تو فشار؟ مگر یادتون باشه گفتم آقا یکی از اشتباهاتی که توی این مسیر مرتکب شدم این بود، یه زمانی
کل زندگیم شده بود این که بشینم پشت سیستم ترید بزنم و مثلا 5% هم بشه 10%، 10% هم بشه 15%، 15% هم بشه 20%. به خودم اومدم دیدم اصلا زندگی نمی‌کنم. به خودم اومدم دیدم مثلا اگه 5%، 7% بگیرم مثلا انگار هیچ چی نکردم. و این یه پروسه‌ای که بخوایم یا نخوایم مسیر طی میشه. یعنی افراد اینو طی میکنن. یعنی هر چقدر الان من بشینم باهاتون صحبت کنم، یه سری چیزا رو باید خودتون طی کنید تا متوجه بشید. پس این که ذهنتون رو درست تربیت کنید که آقا دنیای ترید هم دنیاییه که شما به میزانی که اون بالانس رو در نظر میگیری که خود اون بالانس باید یه میزانی از سرمایه زندگیتون باشه، نه کل سرمایه زندگیتون. اونی که به هر دلیلی پدرش زحمت کشیده، یه ارثی بهش رسیده، الان 100 میلیارد داره، 10 میلیارد داره، با کسی که 1 میلیارد داره، 500 میلیون داره، چرا باید در یک مقام مقایسه قرار بگیرن؟ شما فقط دارید یه چیز ظاهری از زندگی دیگران رو میبینید و خودتون رو مقایسه میکنید با همون. و این بدترین ضربه ایه که به ذهن خودتون میتونید وارد کنید. ما یکی از دلایل استرسی که تو زندگیمون میکشیم، مخصوصا ما ایرانی‌ها، اینه که به شدت به آینده فکر میکنیم یا به شدت غرقیم در گذشته. این یعنی چی؟ یعنی آقا من الان به عنوان یه جوون میگم، آقا مثال میزنم، شخص میاد میگه آقا من الان 22 سالمه، نه کار دارم، نه ماشین دارم، نه خونه دارم، چجوری یکی میخواد به من زن بده؟ فلانی رو دوست دارم، چجور خانواده‌اش میخوان به من جواب مثبت بدن؟ ناخودآگاه انقدر به اینا فکر میکنه، خودشو یه آدم به قول معروف خیلی سطح پایین میبینه، خودشو یه آدمی که تو جامعه موفق نیست میبینه و بخواد یا نخواد استرس میکشه. آدم با استرس داغون میشه. یا برعکس، یکی تو گذشته به هر دلیلی شکست خورده، رفته خواستگاری جواب منفی بهش دادن، ورشکست شده، ترید زده، حسابشو کال کرده. حالا برای ادامه مسیر اون ترسی که از گذشته هنوز تو ذهنشه، میخواد ترید بزنه، میترسه، پس استرس میاد سمتش. یکی دیگر رو دوست داره، میترسه بره بهش بگه، میترسه خواستگاری کنه. چرا؟ چون نکنه اینم به من نبگه. شما اگر 3 نفر بهتون نگفت، بخواد یا نخواد، از لحاظ شخصیتی تخریب میشید. این حرف من نیست، این حرفیه که تو علم روانشناسی به اثبات رسیده. چون اونجا باور میکنید که شما یه مشکلی دارید که آقا 3 نفر مختلف به شما میگه نه. دیگه نمیگید آقا شاید من انتخاب خوبی نداشتم بر اساس اون شرایط و اون ایدئال ها. و حالا یکیش ورشکست شده، دیگه تو کارش باز همون ترس همراهش، نکنه دوباره ورشکست بشم. مخصوصا زمانی که بالاخره کسی سرمایه‌اش از دست میده، ممکنه بره یه وام بگیره، همون وامه تحت فشارش قرار میده. و همه اینا باعث میشه که شخص فکر کنه دنیای ترید یه دنیاییه که از همه چیز مجزاست. اصلا اینطور نیست. اگر دوست داریم با هم دروغ بگیم، دروغ رد و بدل کنیم، حرف انگیزشی بزنیم، بسم الله بشینم تا صبح تا شب براتون حرف انگیزشی بزنم. ولی اگه میخوای واقعیت رو ببینی، خودت با ذهنت، با منطقت بشین آقا 2 تا 4 تا کن. من دارم بهت میگم آقا سالی یه شخصی 400 میلیون سود خالص گیرش میاد. سود خالص رو دارم حساب کردم برات، با یه بالانسی که $20,000. حالا برسیم سر بالانس. حداقل تو ایران 50% بالانسشون زیر $5,000، زیر $5,000. کسایی که دارن تو حداقل بازار فارکس فعالیت میکنن، یه بروکر هم اتفاقا آمار گذاشته بود، دقیقاً یادم نیست کدوم بروکر بود، ولی اینو از من بپذیرید 50% کسایی که دارن ترید میزنن بالانسشون زیر $5,000. میگید نه، برید از دور و بریاتون بپرسید. بالاخره دوستی آشنایی دارید که داره فعالیت مالی میکنه، ترید میزنه. ولی تو بحث سرمایه گذاری من آدم میشناسم تو 10 میلیارد هم مثلا الان تو بورس داره. چون اصلا بحث سرمایه گذاری ریسکش زمین تا آسمون با دنیای ترید فرق میکنه. اصلا فلسفه سرمایه گذاری با فلسفه ترید زمین تا آسمون فرق میکنه. اکثر کسایی که شما میبینید فاند کار میکنن، روی سهام کار میکنن. تا الان از خودشون پرسیدید چرا؟ چون سهام معمولا روند صعودی داره و اون افراد به سختی میتونن توی بازاری که رنج ترید بزنن، تو بازاری که رنج بخوام فعالیت کنن. پس اگر ما بخوایم نگاه کنیم به صورت خیلی کلی، 50% افرادی که تو مارکت فعالن، موفقن، سوددهن، مستمر دارن سود میگیرن، افرادی هستن که یه زندگی عادی دارن، در حدی که خرج ماهانه‌شو
به دست بیاره، مثل یه معلم، مثل یه مهندس، و اتفاقا شاید خیلی جا هم نیاز مالیش تامین نشه. بالای 50% داریم که بالای $5000 دارن که خود این 50% باز تقسیم بندی میشن. شاید توی ایران 2% کسایی که دارن ترید میزنن، الان صحبتمون فقط کساییه که سود دارن، من کار به کسی که ضرر میکنه و این داستانا ندارم. کار به کسی که الان سرمایه داره، جیبش انقدر پر پوله که اون $5000 براش پولی نیست، جوگیر میشه میاد $5000 $10000 میذاره، ندارم. کار به اون ندارم که ماه اول اومده سود کرده و فکر میکنه الان میتونه چپ و راست مارکتو بگیره، یهو بالانسشو 10 برابر میکنه، نداره. خب اون شخص چجور بالانسشو 10 برابر میکنه دیگه؟ یه امنیت مالی داشته، یه بودجه کنار داشته که اومده بالانسشو شارژ کرده دیگه. ما تقریبا 2% افراد رو داریم که حسابشون بالای $100,000 و الباقی کسایی هستن که توی رنج متوسط $15,000 $20,000 $40,000 $50,000 تو این بازه داره میچرخه. پس ما توی دنیای ترید، این که شما فکر کنید اگر کسی یه تریدر خوبه حتما آدم مولتی میلیاردی، اصلا اینطور نیست. ما تریدر خیلی خوب داریم وضع مالیش متوسطه، تریدر خیلی خوب داریم مولتی میلیاردر الان نشسته تو فلان جا و فلان ماشین زیر پاشه، نوش جونش. اینا رو بهتون میگم که بدونید بر اساس زندگی شخصی خودتون برنامه ریزی کنی، نه بر اساس آن چیزی که از ایکس و وای زد میبینی. من میگم اصلا داری درست میبینی، داره طرف درست میگه، آدم درستی هم هست. اگه بنز زیر پاشه بر اساس شرایط خودش بنز زیر پاشه. فکر نکن تو هم این مسیر رو طی کنی ماشینت بد بشه بنز. شاید اصلا من بودجهشو دارم، ظرفیتشو ندارم انقدر بالانسمو ببرم بالا ترید بزنم. چرا باید بیام بخوام حسابی که برای زحمت کشیدم، پولی که برای زحمت کشیدم بیارم توی جایی که میدونم ظرفیتشو ندارم بعدش از بین ببرم؟ به خاطر اینکه به دیگران ثابت کنم؟ من میخوام برای خودم زندگی کنم. به خاطر همینه که بعضی از افراد رو میارن به همین پراپا. طرف میگه آقا من یه بودجه دارم که امنیت مالیم برطرف، امنیت مالی به خطر نمیفته. این شرکت به من میگه آقا شما $100 بده، من بهت $15,000 میدم. خب $100 من میگم آقا به یه درجه‌ای رسیدم، خب به یه درجه‌ای رسیدم که اون A و B که براتون گفتم و سایر موارد که اصلا بخوام با این کار کنم یا نخوام، همه چیز اینا اوکیه. میگه آقا $100 میشه مثلا 3 میلیون دیگه. من همین الانم بخوام یه حساب برای خودم $100 باز کنم، همین رقمو باید حداقل بذارم دیگه. فرض میکنم اگر نتونستم اون چالش رو پاس کنم، مثلا این $100 رو دادم آموزش، این $100 رو رفتم چه میدونم یه کفش خریدم برای خودم. ولی چه شخصی؟ کسی که گفتم اون مسیری که براتون الان توضیح دادم رو کامل بهش اشراف داره. حالا شخص میاد میگه مثلا آقا چه میدونم $200 میدم برای اینکه بهم $50,000 بده. یه شخصی میاد میگه $1,000 میدم برای اینکه $200,000 بهم بدن. ولی الان میخوام در مورد همین پروسه باهاتون صحبت کنم، چون ممکنه الان سروش اصلا $1,000 داشته باشه، اصلا هم براش رقمی نباشه. میگه آقا $1,000 30 میلیونه. آقا اصلا 30 میلیون پول یک ماه کاری منه. فرض میکنم یک ماه چه میدونم کار نکردم، مثلا اینجور فرض میکنم. ولی در ازاش سروش اومده به یه باور رسیده که من الان یه تریدر خوبم. چرا؟ چون بالاخره یه بازه زمانی گذشته دیگه. باز میگم اون A و B که ابتدا گفتیم فراموش نشه. صحبت رو کسیه که مسیر رو رفته. گفتم 70% مبتدیان، کار به اونا نداریم. کسیه که کارش مشخصه، پلنش مشخصه، با اون اطمینان نسبت به خودش رسیده. میگه آقا من 30 میلیون میدم برای اینکه $200,000 به من بدن. و این وسوسهش میکنه. چرا؟ چون این 30 میلیون هم داره، این 30 میلیون بهش صدمه‌ای نمیزنه. اولین باطلاق تله روانی برای سروش ایجاد شد. چرا؟ چون 30 میلیون میده، $200,000 گرفته. از کجا معلوم سروش اون ماه همون سیکلی که گفتیم سیکل مثبتش باشه؟ شاید به هر دلیلی سروش 0.1% ضرر کرد، حسابش با ضرر بسته شد، 30 میلیون از دست داده دیگه. الان دیگه سروش جنگ با خودشه دیگه، میخواد به خودش الان ثابت کنه دیگه. اصلا اون 30 میلیون براش مهم نیست، میاد 30 میلیون دیگه میذاره، میگه این بار من اشتباه کردم، این بار سیکل منفی بوده.
و حالا سیکل منفیه به کنار، چون جنگ با خودشه، چون میخواد خودش رو به خودش ثابت کنه، چون فردی بوده که یه بازه زمانی هم خودش رو به اثبات رسونده، میاد 30 میلیون دوباره میذاره وسط، کار براش خیلی سخت‌تر میشه نسبت به 30 میلیون اول. فشار روانی از شکست گذشته، فشار روانی جنگی که با خودش ایجاد میشه، من باید به خودم ثابت کنم فردی هم که دارم سود میگیرم، و وای به حال اینکه ماه بعدی هم ضرر کنه، وای به حال اینکه ماه بعدی هم ضرر کنه. یهو نسبت به تمام کارایی خودش، نسبت به تمام توانایی خودش، نسبت به شخصیت خودش شک میکنه. شک بیاد وسط آدم نابود میشه. چرا میگن شما نعوذ بالله حتی 1% هم به خدا شک کنی کافری؟ چون شک به مغزت اومد، ناخودآگاه پیوسته یه سری کارهای دیگه هم میاد سمتت. برای همین میگم آقا شما یه چیز رو باور داری میری سمتش، یا باور نداری هنوز به اون اطمینان نرسی نرو سمتش. حد وسط نداریم، شک نداریم این وسط. بهترین کار چیه؟ الان بهترین مسیر رو من میخوام بهتون بگم. من تا الان ندیدم حداقل کسی در مورد پراپ ها بیاد با جزئیات صحبت کنه. اینکه یه سری پراپ هستن، اینکه شما چجور مدیریت سرمایه رعایت کنی، اینا همه شاید گفته باشن. ولی الان میخوام بهتون بگم اصلا سیکل رو چجور برید جلو. اصلا شرکت در واقع شما رو داره وسوسه میکنه بابت همین موضوعات. این 200,000 دلاری که در اختیار شما میذاره با یه سرمایه مثلا 1000 دلاری که شما میپردازی، زمانی که بخوای مثلا 15,000 دلار 20,000 دلار رقم ها رو بخوای مقایسه کنی، ببینی مثلا از یه جایی هر چقدر بالانس سنگین تر میشه، انگار نسبت به اون دریافتی اول رقم کمتری داره برای شما میگیره. شما میگه آقا من به جای مثلا 3 تا 100 دلار بپردازم، چه میدونم 45,000 دلار به من بدن، من میام مثلا 800 دلار میپردازم، 200,000 دلار به من میده. یعنی برای خودت بشینی دو تا 4 تا کنی، انگار میصرفه که بری اون 200,000 دلار رو بگیری. گفتم مخصوصا برای کسی که اون 1000 دلاره، اون 30 میلیونه براش رقمی نیست. ولی حتی اگر حساب بانکیتون 1000 میلیارد هم توش بود، سمت این که بالاترین رقم رو بگیرید نرید. طبق پروسه‌ای که بهتون میگم شروع کنید. البته پرانتز باز کنم، تمام صحبت‌هایی که من علی مرادی کردم به خاطر اینه شما آشنایی پیدا کنی که با آگاهی تصمیم بگیری. نه بهتون میگم برید سمت اینا. هم بدشو گفتم، هم خوبشو گفتم، هم سازکارشون رو گفتم، هم نحوه این که اصلا داستانشون از چه قراره، برای چه افرادی مناسبه. و الان میخوام بهتون بگم آقا اگر رفتید تو این مسیر چه پروسه‌ای رو طی کنید که به اون ماکسیمم بالانسی که بهتون میدم برسید. با حداقل شروع میکنید. با حداقل شروع میکنید. مثلا مثال میزنم، حداقلش 10,000 دلاره، یعنی به شما 10,000 دلار میخوان بدن و از شما میخوان یه ورودی 80 دلاری میخوان ازتون بگیرن. شما اینو شروع کن، همینو پاس کن، میای میگیم آقا جلوش اوکی. الان شما یه برداشت میزنی از ماه بعدت، سود کردی مثلا چه میدونم 5% سود کردی، 10% سود کردی، حالا ما 10% رو بگیریم که روند بشه، 1000 دلار شما سود کردی، میاد مثلا 50% رو به شما میده دیگه، 500 دلار رو مثلا به شما میده. حالا از این 500 دلارت میتونی استفاده کنی برای اینکه یه میزان رشد بعدی بخوای بدی به این 10,000 دلار اولیت، یعنی مثلا بری حالا یه حساب 25,000 دلاری بگیری. 25,000 دلاری مثلا بیان به شما میگن تقریبا 200 دلار ورودیشه. از این 500 دلارت استفاده کن برای اینکه بخوای مارجینتو افزایش بدی. نمیخوای هر ماه بیای هی آزمون بدی، اشکال نداره، صبر کن، صبوری کن، بذار به یه مارجین متوسط برسی که یک ابتدا ضریبی از خودت پیدا کنی، یه 3 ماه تجربه کنی، یه 2 تا برداشت بزنی. زمانی که 2 تا برداشت زدی بالاخره تو الان به یه میزان سودی رسیدی. ماکسیمم برای خودت در نظر بگیر. آقا مثلا 200,000 دلار ماکسیمم سرمایه‌ای که به شما میخوام بدن، اینجا صفراش هم نذاشتم، و از شما میخوان 1000 دلار ورودی بگیرن.
برای اینکه از شما $1000 ورودی بگیرن و تو $1000 ورودی بدی، پیش خودت ابتدا برنامه‌ریزی کن من باید $2000 از خود این شرکت به دست بیارم. $2000 به دست میاری، الان $1000 هم پرداخت کردی، پس تو $1000 هنوز جلویی، یعنی ببازیم اون چالش و برنده نشیم هیچ فشاری سمت تو نیست. ولی چرا میگم تله روانی؟ یه موضوع بود که گفتم شخص میاد میبازه $100 دوباره میاد تکرار میکنه، چون میخواد خودشو به خودش ثابت کنه. 70% هم مبتدی بودن دیگه. پس الانی که ما میشینیم با هم صحبت میکنیم، همه چیز با منطق داریم باش برخورد میکنیم، اون فرد به اون درجه نرسیده. یه بحث دیگه است. شخص میاد بلافاصله بعد از اینکه چالش $10,000 رو شارژ کرد، در واقع پاس کرد و یه برداشتی هم زد، مثلا میاد $200 برداشت میزنه. چیکار میکنه؟ یه حس اعتماد به نفس، یه ذوق. بالاخره شما حتی اولین روز سر کارم برید، هر کاری بهتون یه حقوق بدن، حقوق روز اول، حقوق ماه اول خیلی بیشتر میچسبه نسبت به حقوقی 10 ماه دیگه به شما بدن. یعنی اون اولین پرداختی همیشه در هر شغلی شما هر چقدر سطحتون بالا باشه یه حس خوب بهتون میده. حالا شخص چیکار میکنه؟ به یه باور رسیده، یه هیجانی از اون دریافتی هم به سمت خودش اومده، میاد الان $200 سود کرده، میاد میگه بذار بریم آقا اون $200,000 رو بگیریم، یا $1,000 باید وارد چالش بشه، از دستش میده. $800 در مجموع ضرر میکنه، فشار روانی و سایر مواردی که بهتون گفتم. اونور ماجرا هم همیشه در نظر داریم. ممکنه یکی بیاد این $200,000 رو شارژ کنه و اوکی باشه، ولی دو طرفو باید نگاه کنه شخص. آقا تو اگر به اون اطمینان نسبت به خودت رسیدی، ابتدا اون بیس کارتو شروع کن. مگه نمیخوای؟ اصلا من فرضم اینه من نمیدونم این شرکت اصلا درسته یا نه، هنوز که به من دریافتی نداده، هنوز که به من پرداخت نکرده، چرا باید بگم یهو $1,000 بهش بدم؟ شاید اصلا رفتم توی اون بروکری که در اختیارم گذاشته، یهو دیدم اصلا یه کارایی انجام میدن که تهش من هر کاری کنم اون سوده نمیتونم برسم. به خاطر همین آقا تو با حداقل، هر شرکتی که میری با حداقل شروع میکنی. حالا مثلا بعضی از شرکت ها هستن $5,000 میدن، بعضی که 2,000. دیگه 2005 من زیاد برای خودم در نظر نمیگیرم، چون مثلا آقا میگه $5,000 60 ورودیشه، ولی مثلا $10,000 80 ورودی، $20 زیاد تفاوتی نداره دیگه. حداقل از $10,000 شروع میکنیم، زیر $10,000 رو فرض کن اصلا وجود نداره، چون زیاد تفاوت خاصی نمیکنه تو پرداختتون. $20 $30 زیاد حداقل دیگه. الان هممون دستمون تو جیبمونه، پول یه دونه پیتزاست دیگه. ولی اصل ماجرا اینه که بیا از مینیمم شروع کن، مسیر تو ادامه بده. میتونه مسیر 1 ماه شما یهو $3,000 سود کنی، خب بعد ماه بعدی میتونیم کارتو انجام بدی. میتونه 3 ماه 4 ماه طول بکشه. پس زمان برای خودت در نظر نگیر. مینیمم و ماکسیمم. چه زمانی میایم به سمت این ماکسیممه؟ زمانی که از مینیممه تونسته باشیم حداقل بیشتر از دریافتی که این ماکسیمم از اون میخواد از خود شرکت دریافتی داشته باشیم، به اون پرداخت کرده باشیم. ما میگیم آقا مینیمم $10,000، ماکسیمم $200,000. ورودی که اینجا من پرداختم $100 بوده، ورودی که اینجا از من میخواد $1,000. پس من باید حداقل 1,500 $2,000 از خود شرکت گیرم بیاد. مثلا ما میذاریم $2,000. حالا از این $2,000 میگم آقا فرضم اینه، اصلا تو ذهن خودم میگم آقا من $2,000 سود نکردم، من $1,000 سود کردم. نمیخوام فشار روانی بذارم رو خودم، $1,000 رو میام میذارم اینور. حالا این چالش رو برای خودم در نظر میگیرم، پاسش میکنم یا پاسش نمیکنم دیگه. پاسش نکردم برام فرقی نداره، چون فکر کردم مثلا $1,000 رو من سود نکردم، چون $1,000 اصلا از جیبم نذاشتم. حالا فرضمون این باشه شما پاس نکردی، پاس کردی که فواید دیگه، من مسیر درست بود.
فرضمون اینه شما پاس نکردی. حالا میای چی کار میکنی؟ دوباره نه یا همون $1000 رو بیاری بخوای جبران کنی همون حس تهاجمی یا انتقام از خودتو ثابت کردنی که در موردش صحبت کردی. میای باز مسیرتو ادامه میدی. این بار میگی به خاطر اینکه به یه ذریب اطمینانم برسم میخوام مثلا بشه 2500 تا. سودم بشه 2500 تا، 1500 برای خودم بمونه، دوباره میرم 1000 تا میدم این دوست عزیزم. و این منطقی ترین حالت ممکنه. و این فرقه بین یه شخصیه که با تجربه است، یه شخص به شرکته برای خودش داره 2 تا 4 تا میکنه که تهش به اون سود نهایت استفاده رو از افراد ببره. پس من و شما هم به عنوان کسی که میخوایم ترید بزنیم باید بشیم 2 تا 4 تا کنیم برای خودمون که نهایت استفاده رو ما هم از شرکت ببریم که حالا بازی بشه برد. خیلی اینا مهمه. ولی حالا شما برید آقا فلانی گفته فلان شرکت، مثلا بعضی میگن شرکت ایرانی خوبه یا شرکت خارجی خوبه. انگار مثلا من مدیر شرکت‌هایی که اسم میبرم بودم که من بیام بهشون بگم کدوم خوبه کدوم بده. من چه میدونم 2 روز دیگه چه اتفاقی میخواد بیفته. پس اینا رو خیلی برای خودتون در نظر بگیرید. خیلی برای خودتون در نظر بگیرید. یعنی عمیقاً دارم چیزی که خودم تجربه کردم و بهتون میگم، با منطق، با دلیل، با استدلال، نه صرفاً بر اساس یه چیزی که حالا شنیدیم خوبه، قوانین خوبه، 10% 5% فلان بهمان. اون 5% گفتم اصلا باطلاقه برای شما. 2% تو از این شرکت تو داری 80% سود میگیری، 70% 50% سود میگیری دیگه. پس 5% هم بگیری 10% هم بگیری اوکیه. هدف اولت این باشه حساب ازت نگیرن. هدف اولت این باشه در واقع یه چه کار کنی، یه مسیر تو ادامه بدی. حالا به جای اینکه بخوای با درصد بالا، با ریسک بالا نیاز زندگی تو تامین کنی، با مینیمم شروع میکنی، سود میگیری، از خود سود شرکت میری ماکسیمم میگیری. 5% اصلا 2% این $200,000 چقدر میشه؟ و الان که تو در منطقی ترین حالت ممکن میتونی نیاز زندگی تو برطرف کنی. در منطقی ترین حالتش تو $100 فقط گذاشتی. این $100 دیگه چیزی نیست که کسی بگه من تو بازار مالی دارم فعالیت میکنم و $100 ندارم، من $200 ندارم یا $200 برای من خیلیه. اگه $200 برای تو خیلیه تو هیچ شغلی نمیتونی پیشرفت کنی. اونی که الان بلاگر هم هست هیچ کاری نداره، حداقل یه دونه گوشی 70 میلیونی باید تهیه کنه برای اینکه بتونه 2 تا ویدیو از خودش ضبط کنه. یه میکروفون 5 میلیونی باید تهیه کنه. یعنی اونی که بلاگر الان داره من و شما بهش میخندیم و پول در میاره از تبلیغات، حداقل 100 میلیون چیکار میکنه؟ خرج فقط وسایلشه. حالا بماند این که بعد نمیدونم ماهانه چقدر پول بده برای امنیت پیجش و تبلیغات و نمیدونم فالوور فیک خریدن و لایک فیک خریدن و اینا هم بماند. یعنی حتی شما بشینی پشت یه چیزی بگی آقا من اینترنتی هم میخوام درآمدزایی کنم، باز شما حداقل نیازی که باید برای خودتون داشته باشی نزدیک 100 میلیونه. ما بخوایم سیستممون رو در نظر بگیریم، میزی در نظر، یه صندلی در نظر بگیریم و یه بالانسی بذاریم وسط و یه خرجی برای آموزش و پیشرفت خودمون بدیم، حداقل ما هم 40-50 میلیون داریم میذاریم وسط. نمیشه که با 0 تومن، حالا مثلا بعضی میگن شما با 0 تومن بیاید چیکار کنید، مثلا برید دلالی کنید، شما با 0 تومن میتونید یه پورسانت بگیرید. خب عزیزان اونی هم که داره دلالی میکنه 1001 کار انجام میده، خودش شاید رفت و آمدش فقط پول بنزینش که بره و بیاد شاید اندازه خرج ماهانه یه شخص بشه. یعنی هر کاری یه نیاز اولیه داره. تو این مورد هیچ کدوم با هم اختلاف نظر نداره. ولی فرق افراد با تجربه اینن هیجانی کار نمیکنه. همونطور که شرکت 2 تا 4 تا میکنه شما هم 2 تا 4 تا کنید. از نظر و نگاه من این بهترین حالت برای اینکه شما به هر طریقی شرکتتون اوکی بود، خودتون اوکی بودید، بیاید اینجوری بالانستون رو افزایش بدید. تا اینکه تهاجمی یهو بعد از اینکه اولین سودتو گرفتی بگی خب من برم بعدیو بدم یا $50,000 یا مثلا $100,000 این داستان ها. حالا یه خوبی دیگه هم دارن این شرکت ها، زمانی که شما 2-3 ماه مستمر یه سودی رو بگیرید که فکر کنم بعضیا مینیممش 8%، بعضیا 10%، یعنی به شما میگه تو 3 ماه حداقل 10% بگیر. بعدش من میگم 40% نسبت به بالانس اولیت مارجینتو مجانی اضافه میکنم. یعنی اگر شما مارجینت $10,000 باشه تو 3 ماه 8% بگیری،
میاد میگه آقا من $4000 روی بالانس اولیت میذارم بعد از اون 3 ماه یا 4 ماه. یه سری نکات هم هستن اگر شما بخواید در نظر بگیرید خیلی خیلی جای صحبت داره. من و شما میگیم اون 8% 10% که این شرکت ها میذارن، چرا در واقع 8% 10%؟ مگر این شرکت ها پولشون رو از تو جیب من و شما در نمیارن که به دیگران بدن؟ چرا میگن 8% 10%؟ ما که ماشاءالله همه دارن میگن میانگین 30% 20% داریم میگیریم. چرا شرکتی که باید بهترین حالت رو برای خودش در نظر بگیره که شانس باخت افراد بیشتر باشه، چون پول از این طریق داره تامین میشه، این که فکر کنیم این شرکت ها به فکر من و شما سخت در اشتباهی. گفتم برده، به خاطر همین ابتدا براتون توضیح داده. هر سمتی که نگاه کنید به نفع شرکته، ولی حالا ما هم باید بیایم بگیم آقا کار نداریم، باید از این نفع شرکت نهایت استفاده رو ببریم. بروکر هم همینه دیگه. بروکر هم در هر صورت سود میکنه و اگر طمع نکنه، اگر نخواد با پول مردم کار کنه و اینا، بروکر در هر صورت پورسانتشو که میگیره یه سودی میبره، برده براش. و ما هم میگیم آقا تو این بازاری که اکثرا دارن ضرر میکنن، ما هم بیایم یه 2 تا 4 تا کنیم برای خودمون که نهایت استفاده رو از این کاری که بروکر انجام داده و در اختیار ما گذاشته ببریم. این ورم همینه. چرا 8%؟ چرا 10%؟ اگه همه راحت میتونن بهش برسن چرا 8%؟ چرا 10%؟ و این اصلا خودش جوابیه که شما بدونید اصلا میانگین سود بین افراد حتی میتونه پایینتر از این 80-10% باشه. به همین سادگی. یعنی قوانینی که این شرکت رو در نظر گرفتن به نظرم نرمال ترین حالت ممکنشه. این 8% نه خیلی پایینه نه خیلی بالاست، اون 10% هم همینطور. ولی اصل ماجرا اینه که این 8-10% برای کسیه که واقعا کارش خوبه. پس خود این اصلا دلیلیه که شما به خیلی از سودهایی که میگن شک کنید. و نمیگم نمیشه. این بحث نشد نیست، بحث اکثریت، بحث میزان ریسک اصولیه، بحث اون وقتیه که میخواید بذارید، بحث اون ریسک روزانه‌ایه که شما میپذیرید. گفتم شما مثلا 4% ریسک کن، یه دونه 1/3 بگیری میشه 12%. اون ورش هم نگاه کن، تو 2 تا استاپ بخوری 8% حسابت میره تو ضرر. خب اگر کسی ریسکش مثلا نیم باشه، میشه نهایت سودش 1.5. زمین تا آسمون بین این 2 تا اختلاف هست، جفتشون هم 1/3 گرفتن. خب شما به اون تریدری که بالا 0.5% زده میگی تریدری که کارش بد بوده چون 1.5% گرفته، اینی که 4% ریسک کرده 12% سود گرفته، شما میگی فوق العاده است. چون منطق تو داری یه طرفه بهش جهت میدی. و اصل ماجرا اینه ممکنه یه شخصی به هر دلیلی دوست داشته باشه 4% رو حسابش ریسک بزنه. حالا من اینجا هستم یه چیزو بهتون میگم، خیلی بر اساس استاپ بالانس کار میکنن. خب شما میبینید زمانی که این شخص بر اساس استاپ بالانس کار میکنه، معمولا یه بخشی از بالانسش رو شارژ میکنه. یعنی $10,000 بالانس داره، میاد $100 رو مثلا شارژ میکنه، یا مثلا $1,000 رو شارژ میکنه. حالا اینو بذاریم مثلا 100,000 تا که این 1000 تا نسبت بهش بخونه بشه مثلا 1%. بعدش میاد رو همین در واقع با استاپ بالانس کار میکنه یا با ریسک بالا کار میکنه. خب با ریسک مثلا 10% کار میکنه، شما میبینید ماهی داره 100% سود میکنه. عزیزم این 100% سودش 1% بالانس اصلیشه، 10% بالانس اصلیشه، 5% بالانس اصلیشه. تو داری ظاهر کارو میبینی، پلن اون شخص برای تو مشخص نیست. به خاطر همینه که میگم مثلا شما کارتو بر اساس دیدگاه خودت، بالانس خودت، شخصیت خودت انجام بده. این جلسه انقدر مطالب جدید گفتیم، انقدر مطالب جدید به شما اضافه شده که به نظر خودم خیلی خیلی ارزشمنده. از یه بابت تفکر و ذهنتون. ولی چه چیزی اینو ارزشمند میکنه؟ زمانی که تو واقعا بشینی با خودت با صداقت کامل، اصلا کار نداشته باش گوینده کیه. شما فرض کنید کسی که داره الان براتون صحبت میکنه رو نمیشناسید. شما زمانی که میخوای ببینی یه حرفی درسته یا غلطه، اصلا کار به شخص نداشته باش. این که چه شخصی داره این حرفو میزنه رو تو فکر کن نمیشناسیش، تو صداشو بشنو. بشین با خودت فکر کن ببین چند درصد حرفش با منطق جور در میاد.
و بعدش تصمیم بگیر. ممکنه الان خیلیا نپذیرن به هر دلیلی، دیدگاه خودشونو دارن. آیا اونا اشتباه میکنن؟ نه، مسیر مختلفیه براشون. پس شما زمانی که میخوای درصد ماهانه سودت هم حتی برای خودت در نظر بگیری، باید با توجه به شرایط خودت باشه، با توجه به بالانس خودت باشه. یکی 5% بالانسش اندازه 100% مثلا بالانس منه. خب نیاز خودشو میدونه، مسیر خودشو میشناسه. یه شخصی میگم ریسک بالا میپذیره، یه شخصی ریسک پایین میزنه. یه شخصی ممکنه 3 ساعت در روز بخواد وقت بذاره 2 تا ترید بزنه، یه شخصی تو روز 10% ریسک روزانه میپذیره میشینه 8 ساعت ترید میزنه. من میخوام جوری ترید بزنم که این به عنوان شغلم بگم مثل تمام مشاغل، یه بخش برای کارم باشه، یه بخش به زندگی شخصیم برسم، نه تمام زندگی شخصیمو تحت تاثیر قرار بده. شاید اوایل 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت هم وقت بذاریم، حتی برامون لذت بخش باشه، از یه جایی به بعد نیست، بهتون قول میدم. به خاطر همینه اکثر کسایی که شما میبینید زمانی که به یه درجه‌ای میرسن تو میگن آقا 3 ساعت 4 ساعت پای چارتی، نمیتونه 8 ساعت بمونه، نمیتونه، وقت نداره. نه دیگه اصلا یه چیزی به درکی رسیده که میگه آقا کل زندگی من این تریده نیست. و یکی از دلایلی که خیلی اصلا دوست دارن اسکلپ بزنن همینه، نتیجه سریع براشون مشخص بشه. حالا این شد چی؟ این شد موضوعی که کامل براش صحبت کردیم. در مورد تارگت تله روانی، تارگت که 8% 10% هم هست صحبت کردیم، منفی 4 اون داستانه. در مورد تله روانی حساب بزرگتر صحبت کردیم. بهترین حالت برای افزایش حساب در شروع کارمون هم گفتیم. میتونه برامون خوب باشه به شرط اینکه تمام مباحثی که گفتم رو با منطق جلو برید، نه بر اساس هیجان، نه بر اساس اینکه ای جان $200,000 میذارم 5% $200,000 چه عددی بشه من اون رو بگیرم و سایر موارد. این میره تو اون بحثی که فرد مبتدی بهش نگاه میکنه. مثل کی؟ مثل کسایی که الان میشینن توی اینستاگرام برای شما سود مرکب حساب میکنه. برادر من مگه میشه من مثلا 1 سال بخوام روی یه حساب ترید بزنم اصلا برداشت نداشته باشم، مطلقاً هم مثلا هفته 5-6% بگیرم؟ پس من نشستم پشت سیستمم میگم آقا شغل دارم، پس من خرج روزانه ندارم برای زندگیم، من برداشت ندارم. همیشه توی مسائل مدیریت برداشت میگن شما اون برفه رو در نظر بگیر. تا یه جایی میتونین برف رو گردش کنی، هر چقدر این حجمش بیشتر بشه امکان فروپاشی اون برفی که برای زحمت کشیدی گردش کردی بیشتر میشه. یعنی شما اگر یه چیز رو بذاری تلمبار بشه ممکنه یهو از دستش بدی. اصلا تو فرض کن اصلا بروکر بردش، چه میدونم یه اتفاقی افتاد. یعنی همه چیز صرفا از سمت ما که نیست. شما تو جاده آروم میری یکی دیگه میزنه بهتون، این که دیگه مقصرش شما نبودی. پس همه این مسائل رو زمانی کسی میتونه درک کنه که به اون استدلاله نسبت به موضوع برسه. ولی حالا تمام این فرآیندها رو بهتون گفتم جهت اطلاع و آگاهیتون. حالا از نحوه سازوکار شرکت ها هم دیگه بالاخره خودتون میتونید برید، نسبت به هر شرکتی خودش سازوکار مختلفی داره، ولی بالاخره یه مسیری که شما باید یه چالشی پاس کنید. زمانی که چالش رو پاس کردی یه سری قوانین داره که حتما باید در چارچوب این قوانین حرکت کنید. بعد از اینکه اون قوانین رو پاس کردید بالاخره یه به قول معروف چی میگن، یه گواهینامه تریدری به شما میدن، سودتون رو بهتون میدن و زمانی که سود رو به شما پرداخت میکنن بنا به اینکه اون شرکت در واقع به صورت اتومات باشه یا نباشه یه مدت زمانی طول میکشه. مثلا دریافتی اول من تقریبا 2 روز طول کشید، ولی دریافتی دومم 3 روز طول کشید. خودشون هم نوشته بودن بین 1 تا 3 روز. ولی مثلا بعضی بچه‌ها میگفتن با بعضی شرکت‌های دیگه کار می‌کردن میگن 2 ساعته برامون ریخته. و اینکه مثلا 2-3 روز طول میکشه نشون میده اون اتومات نبوده، یا مثلا اون گواهینامه من تقریبا بعد 1 ماه خورده‌ای برای من ارسال شد. ولی به عنوان آخرین صحبتم تمام گفته ها فقط و فقط جهت اطلاع شماست. به هیچ وجه، باز دارم تاکید میکنم، به هیچ وجه ذهنتون رو درگیر این نکنی چون یه مسیری من سریعا بخوام بهش برم سمتش، یا چون علی مرادی اینو گفته پس حتما مسیر خوبیه چون خود علی مرادی رفته تجربهش کرده همه چیز اوکی بود. اصلا اینطور نیست. من میگم ممکنه فردا اتفاقی بیفته که من هیچ اطلاعی نسبت بهش ندارم. فقط و فقط شما نسبت به یه موضوع باید آگاه میشدی که من این کار رو براتون انجام دادم، اونم به بهترین حالت ممکنش. یعنی صرفا نیومدم به شما بگم خب مثلا چه میدونم
اینکه ژورنال باید بنویسیم، اینکه اصلا پلن ترید باید داشته باشیم برای هر کاری، از روز اول در موردش صحبت کردیم. اصل ماجرا این بود شما بدونی ساز کار چجوریه. اصل ماجرا این بود اون تله روانی نیاد سمتت. اصل ماجرا این بود اگر حسابت رفت تو ضرر، هدف اول جبران ضررت باشه، نه اینکه فشار بیاری رو خودت حتما من تو این ماه باید به سود برسم. زمانی که سود کردی برداشت زدی ذوق زده نشی یهو بری حسابتون مثلا $200 سود کردی بری دوباره $1000 بدی چالش $200,000 رو بخوای برای خودت در نظر بگیری دوباره ضرر کنی، همه چیز براینده منفی بشه. اون بحث بهترین حالتش هم که دیگه براتون گفتم. ولی تو بحث مدیریت سرمایه در واقع اینو داشت یادم میرفت بهتون بگم، الان یادم اومد چون اینو اصلا جدا نوشتم مدیریت سرمایه رو ترینینگ پلن که یه توضیح بدم بهتون. برای اینکه اگر چالشتون رو پاس شدید به خاطر اینکه کلا اصلا به صورت نرمال در واقع دیگه تارگت و میزان اون حد اکثر تایم روزانه رو نداری که مثلا حتما تو 30 روز شما باید 8% بگیرید، اون داستانش فرق میکنه. من فقط برای چالش دارم این حرفو میزنم، برای پاس کردن. گفتم اگر ماکسیموم ریسکتون یکه، با یه حداقل شروع کنید. یعنی بیا ابتدا با 0.25 مثلا 25 شروع کن. بگو من اگر 1.5% رفتم توی سود، مثلا تو هفته اول آقا من 1.5% تو سودم دیگه، بعدش اجازه دارم حالا مثلا ریسکمو میارم بالاتر، چون مثلا ریسکمو نیم میکنم. الان من اجازه دارم 3 تا حسابم بخورم، حالا ریسکمو نیم کردم، مثلا حساب حالا فرآیند این که استاپ خوردیم و استاپ نخوردیم و اینا همه پشت سر هم مثلا شده، این 1.5% هم شده 3%. حالا یه ذریب اطمینان دارم، میام چیکار میکنم؟ میتونم با ریسک یک کار کنم. حالا این به صورت مثال دیگه، برای هر کسی فرق میکنه و این به میزانی که شما دارید میرید جلو انجامش بدید. به چه صورت؟ شما میاد مثلا تا هفته آخر میرسید 6% تو سودید. الان دیگه هفته آخر دیگه شما حتی 0.1% هم تو سود باشید، بدون اینکه چالشتون از دست بره، دوباره برمیگرد نقطه شروع، حساب بهتون میدن 30 روز دوباره تارگت. حالا تو اون هفته آخر اگر به اون سود نرسیده بودی، اگر با اون 1% حساب میکردی نمیتونستی برسی، الان ریسک تو افزایش بده. 6% مگه تو سود نیستیم؟ 5% مگه تو سود نیستیم؟ مثلا 2-3 روز آخره دیگه. حالا 2% ریسک کن، چون اگر استاپ هم خوردی باز حساب تو سود دیگه. پس تا جایی که در واقع فشار روت نیست از لحاظ زمانی، ریسک تو الکی بالا نبر و برای شروع با حداقل ریسک کار کن. یه ضریب اطمینان برای خودت بساز. به این صورت یه ضریب اطمینان برای خودت بساز. حالا به یه ضریب اطمینانی که رسیدی، حالا میگم این ضریب اطمینانه برای هر شخصی متفاوته، یه شخصی 2%، یه شخصی 3%. بعدش بیا برگرد رو ریسک نرمال خودت. این ریسک نرمال تو ادامه بده، یا با این ریسک نرماله میتونی به اون تارگت برسی، یا الان رسیدی به روزهای آخر دیگه، رسیدی مثلا به خود روز آخره. الان شما روز آخری اومدی چیکار کردی؟ حساب 6% مثلا تو سوده، بعد 8% بگیری، بعد 10% بگیری. دیگه آقا من 4% نمیتونم با ریسک 1 بگیرم، یا مثلا ترید اولمو 1/4 گذاشتم مثلا ضرر شده، الان 5% توی سودم، ریسکم مثلا 3 میکنم الان که یه دونه 1/2 بگیرم، چالنجمو پاس کرده باشم. چون اگر من اون ریسک 3 هم استاپ بخورم، عملا 2% تو سودم. تارگت شد که فوا، تارگت هم نشد دوباره نقطه سر خط از اول شروع میکنم. پس تا زمانی که اولا من پیشنهاد میدم ریسکو ببری بالا، برای زمانی که میگم به تهش رسیدی دیگه. اگر یه میزان ریسکی انجام بدی، مثلا آقا میگی 4% ریسک میکنم، یه دونه 1/1.5 بگیرم، اوکی پاس کردم. چون اگر دیگه روز آخره، اگر من با 7% این تریدم و در واقع کل کارم رو ببندم یا با 1%، برای من فرقی نداره. دوباره باید برگردم نقطه سر خط. بهم نمیگم آقا دوباره مثلا این 7% ما 1% به جایزه میدیم، که شما 7.5% هم بگیری مثلا 8% باشه، بهت این اجازه رو نمیدم. حالا بعضی شرکت ها
صرفا مثلا 10 روز 12 روز به شما به قول خودشون در واقع فرصت میدن نسبت به اون 30 روزه، اون که بحثش جداست. ولی خیلی شرکت‌ها اینم نمیدن. ولی به صورت کلی سعی کنید ابتدا یه شیب برای خودتون بسازید به سمت بالا، بعدش بخواید با ریسک عادیتون کار کنید. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خب تریدهای اولمون ممکنه همیشه ترید سودده نباشن دیگه، ممکنه 2-3 ترید اولمون به سمت منفی برن. پس بهتره که چون داریم دو طرفش رو نگاه میکنیم الان روی صفر مطلقیم، اگر قراره به منفی بره حداقل حالت ممکنش باشه. یعنی مثلا من 3 تا 25% منفی بخورم خیلی بهتر از اینه که 3 تا 1% منفی بخورم. ولی اگر به سمت بالا رفت، خب یه ضریب اطمینان اولیه برام ایجاد شده. اصلا بگیم مثلا 1.5% من سودم، اصلا بعد خود این 1.5%، اصلا نه بعد خود 1% من ریسک عادیمو میزنم، 1% ریسکمو انجام میدم. اگر رفت به سمت بالا که ادامه میدم. اگر مثلا بعد از این 1.5 یا 1 من ریسکم رو آوردم روی حالت عادی که 1% بود و منفی شد، استاپ خوردم، دوباره برمیگردم مثلا رو همین صفر دیگه، دوباره میام رو حالت دیفالتم، اون 25 صدم، رو اون نیم درصده. اگر رفت به سمت بالا که فقط دوباره همین رو ادامه میدم. فقط نکتهش اینه که یه ضریب اطمینان، یه شیوه صعودی ابتدایی برای خودتون بسازید، 1.5%، 1%، 2%، بعدش ادامه بدید با اون ریسک عادیتون. یعنی همیشه سعی کنید با مینیمم ریسک در واقع حالت پایین ترین ریسک موجود برای خودتون کار کنید که از لحاظ روانی خیلی شرایط برای شروع فوق العاده باشه که بتونید خیلی راحت تر به سمت جلو حرکت کنید. در کل هر آنچه بود رو بهتون گفتم. حالا میگم نحوه برداشت و نحوه واریز و این داستان‌ها که توی هر سایت خودش بر اساس اون درگاهی که بهتون میده مشخصه، آیا از طریق رمز ارز میگیرن یا نمیگیرن یا سایر موارد که مشخصه. انشالله که موفق و پیروز و سربلند باشید. آرزوی همیشگی سلامتی خانواده‌تون و مسیر رو به رشدتون. تا جلسه آینده به خدای بزرگ میسپارمتون. یا علی مدد.